ما امروز قدم قدم به قدم جای شاعر و روزنامه‌نگار معروف تاجیک غایب سفرزاده آمدیم. غایب سفرزاده بعد از مهاجرت از کوهستان از سال 1950 تا سال 1957 محض در همین منزل استقامت کرده است، یعنی اینجا قدم جای اوست. برادرم غایب سفرزاده خوب یاد دارم. آن هنگامی که آن کس می آمدند خانه ما گویا توی خانه رو میماند. اول خورترکان بسیار جمع می شدند، چون که آنها محض برای آنها تحفه و هدیه‌های با خود می آوردند و آنها را شاد می کردند. و بعد این یار و دوستانش که یار و دوستانش به حد بسیار بودند، از آن که یک خصلت خوی بسیار هم یک حکیمانه داشتند. اگرچه جوان بودند بسیار با حکمت سخن میگفتند و چون مرد سالار رفتار میکردند. ایامی که ما خورد بودیم هرگاهی که اون از شادمان غایب سفرزاده از دوشنبه از مرکز تاجیکستان بعد هم اومد، بعد داربانی مادرشان وقتی که می اومدن ما بسیارتر خمار یاد او میکردیم، بسیار میخواستیم که چهره نورانی را ببینیم و قد دراز او را که بسیار هم حلیم مهربان بودند و ما مصلحت ها میدادند که بسیارتر شعر خونید و کتاب رو بیارید و اون مصلحت ها و اون واخرایی که همه وقتی که می اومدن از دوشنبه همراه ما صحبت میکردن ما یک جهان معنی میبرداشتیم و آرزو میکردیم که کاش ما هم مثل این برادرزادمون روز در خدمت این وطن و این مرزبون باشیم. آثار برادرم غایب سفرزاده اگرچه طول ایجادیش همه 10 سال دوام کرده باشد هم آنچنان شعرها آنچنان ایجادیاتش چنان یک مکمل هست. فکر میکنی که شاید نیم عصر این در بالای ایجادیات خدمت کرده شد، ولیکن نه، همگی 10 سال طول ایجادی اون هستند و بسیار شعرهای بلند و همیشه لایق تحسین آفرین منقدان بودند. بخصوص محمد جان شکوری، مرحوم صاحب تبر بهای بسیار بلند به او دادند و اشعار نظمی بسیارتر رو آورده بود و شعرهاش سراپا وصف ستایش تاجیکستان عزیزمون بود. اون دیاره که امروزها ما دیده ایستادیم اون را 10 سالها پیش آرزو میکرد و میخواست که چنین دیار زیبا، چنین تاجیکستان، چنین دوشنبه نازنین را بیند. در حقیقت که او این روزها را ندید و با این روزها نرسید و گمان میکنیم که روحی او در سرزمین تاجیکستان عزیز ما در پرواز است و از گلگل شکوفی دیارمان دیدن میکند، لذت میبرد. شاعر شیرین کلام غایب سفرزاده گرچند که عمر طولانی نداشت ولی در این عمر کوتاه مدت خود از خود به ما آثار زیادی گذاشت. این کتابچه‌ای که در دست من می‌بینید با نام کاروان آرزو سال 1969 در مطبعه عرفان با تعداد 6000 نسخه به چاپ رسیده است. کتاب اولین برادرم شادروان غایب سفرزاده کاروان آرزو بودن که بسیار او را
الکی در بین خوانندگان بسیار او را معرفی کرد و احساس کردند که چنین شاعر اکنون به عرصه ادبیات پا نهاده است و بعدا کتاب دیومی او که خود از این مژده رسانده بود در دست چاپ بود، آشیان آفتاب. آشیان آفتاب نسبتا شعرهای نوتر او بودند و متاسفانه شاعر دیدن این کتاب برای شاعر میسر نگشت. قبل از 1 ماه انتشار کتاب او از جهان رحلت نمود و البته اگرچه استاد غایب سفرزاده عمری چون برق دید ولیکن فکر میکنم که جاویدانه در صفحه های ادبیات زنده و جاوید میماند. زمان یک فستیوالی بهترین شعر تاجیکی می شود و در اون البته تمام مردم تاجیکستان و آنانی که با قلم سر و کار دارن شرکت میکنن و خوشبختانه در این آزمون غایب سفرزاده غالب می شود و صاحب جایزه می گردد و محمد جان شکوری یادرس می شود که این شعر همان شعری بود که تو مصرعش بردم: دختر تاجیک آبم کرده ای، آتش آیا کبابم کرده. ببینید که خیلی صاف ساده و روان است و غایب سفرزاده حتی شاعری بودند که رهاره شعر میگفتند، میتوانستند که رهاره شعر گویند و این هم یک قابلیتی چی گویم شاید مادرزادی باشد. شاعری نه با مهنت به دست کس میاد. اگر در زمین کس نگاه شاعرانه، دید شاعرانه اگر نباشد هرگز او شعری طبعی مردم گفته نمیتواند و غایب سفرزاده چنین شعر را گفته بود. شادروان غایب سفرزاده وقتی که هر یک اشعار او را ورق گردان میکنیم چکیده‌های خامه‌اش پیش رو میاد و در یک شعرش میگوید درباره دوست داشتن دوستی رفیقی، میگه دوست کو باد گردر ما مرحبا دل تنگ نیست ما را چین ابرو در بغل هم سنگ نیست، گر بریزد بر سر ما دوست باران سخا غیر سرسبزی به باغ دل دیگر آهنگ نیست. فکر میکنم که شادروان غایب سفرزاده دوستان زیادی داشتند و آنها را بسیار هم پزمان میشدند. غایب سفرزاده بعد از گسیل مهمان هایی که به نزدش می آمدن در خانه باز ما رو در گرد خود اطراف خود جمع میکرد و بسیار افسانه گویی میکرد. افسانه های خوش، افسانه هایی که قهرمان های آنان همون طفلکان جسور و دانا بودند، زیرک و دانا بودند و با همین افسانه‌گویی در قلب ما زیرکی و دانایی رو پرورش میکرد. الکی نهاری چرا شنونده بود و ما فقط توصیه میداد که خواند و باز هم خواند. کسی برای من اگر بسیارتر 5 بهای 5 بیارد من دفعه آینده برای او یگان هدیه یگان تحفه خوبی می آورم. این ما رو وادار میکرد که هر کس زودتر بسیارتر نقصتر کتاب خواند و از کتاب‌های بدیعی نیز بسیارتر ما میخواندیم، استفاده میکردیم. خاطرات زیادی کودکی هم در یادمون است که وقتی که آن کس خانه می اومدن حتما اون رفیقان، اون همسنفانی که در مؤسسه یک جای میخواندن هر بگاه شامی شعر تشکیل میکردن و صحبت دراز میکردن و درازا صحبت شما تا نیمه شب صحبت میکردن. در اون صحبت استادان شاه مظفر یادگاری، شاه حیدر یادگاری، اکا عبدالحمید صمد، خب رجب مردان و بسیار از همسنفانی که در اون دهکده کار زندگی میکردن در اون نشست‌ها، در اون صحبت‌ها
اشتراک میکردن و صحبت‌های گرم و صمیمی میکردن از فرهنگ، از ایجادیات، از دیگر از روزگاری که به دوششان بود در ایام خردی که چقدر عذاب‌ها میکشیدن، چقدر سختی‌های روزگار از سر گذراندن و چقدر به این مرتبه ها رسیدن. همه این پی آموختن اشعار شاعرای کلاسیک بود. آرامگاه شاعر شیرین کلام هورمرد زنده یاد غایب سفرزاده ایستاده ایم و چهره که میبینید بالای سنگ مرحوم کتیبه شعر هست که با سرود من به یک آواز بگذشت، عقابی بود در پرواز بگذشت. این هم یک تاریخ خود دارد. وقتی که سنگ را آماده میکنند باید که از مصرع‌های خود شاعر باید که شعر انتخاباً و کتیبه سنگ میکردن، کتیبه سنگی آرامگاه شاعر میکردن و از شعری بلندی جوی، از شعر بلندی جوی شاعر مقطع شعر را گرفتن و خواستن که کتیبه کنن. دوستش لایق شیرعلی، مرحوم لایق شیرعلی پیشنهاد میکند که بیاید مصرع اول را من میگذارم و مصرع دیوم شعر از خودش باید باشد. این یک نشان دوستی آنها بودند و با جای مصرع‌های دل پرشور آمد باز بگذشت، استاد لایق علاوه کردن، گفتن که سرودی من به یک آواز بگذشت، عقابی بود در پرواز بگذشت. غایب سفرزاده سال 1940 به دنیا آمده است و سال 1972 از دنیا درگذشت. او همگی 32 سال عمر دید. باید گفت که غایب سفرزاده در عالم عرفان مثل برف بارید و زود آب شده رفت.